آقا سلام، چطور میکنید؟ اومدیم به پارت 2 تراریا. تو پارت قبل که ما رفتیم یه سری چیزا جمع آوری کردیم آره دیگه، خلاصه یه چیزا جمع آوری کردیم که کافی نیست، باید خیلی قوی تر کنیم خودمونو و خلاصه دیگه. آره دیگه، بریم سراغ این پارت. خیلی خوب آقا، ما الان مهمترین چیزی که نیاز داریم یه قاره. کلا بدون قار پیشرفت شما خیلی کند میشه. میتونی قار خودتون درست بکنین اما اون عین قار همیشه عین قاری که عین مثلا همین قاری که جلوی منه نیست، خیلی کوچیک‌تره و خلاصه زیاد جالب نیست. خیلی خوب بریم. یک سری کوزه ها هستن تو این قار، این که این مثال خوبی میدن، حتما اینا رو بشون کوزه واقعا جالبی و حواستون به این اسلایم هم باشه که اینا خیلی اذیتتون میکنن. ای وای اینا رو کارن کردیم. یادم خوشبختانه اینا الان ببینید یه پیدا کردم من اینجا که این زیاد جالبی نیست به نظر من. برای اول بازی شما این نکنین خیلی بهتره. برین سراغ اورای دیگه، اورای بهتر زیاد هست. الان ما به اینجا رسیدیم، به یک ریل رسیدیم که این ریل واقعا چیز خوبیه، ما رو به کلی لوت میرسونه. ببینید چی یافتم، لایف کریستال. باید جونمون رو زیاد کنیم که چیز خیلی خوبیه. حتما اینو دیدیم بکنیم، اینو مصرف میکنیم و جونمون از 100 میشه به 120. واقعا این لایف کریستال چیز خیلی خوبیه، کلا که واجبه، چیز واجبیه. این اسلایم های عزیز ما رو ببین چی پیدا کردم، آیرون. اینا هم که حتما باید بکنید دیگه، خودتون میدونید. این آیرون اور خیلی خوبیه، واقعا اوریه که برای اوایل بازی خیلی میتونه کمکتون کنه، چون اوایل بازی شما چون خیلی ضعیفید راحت به ماوا میمیرید. خیلی خب اینا رو ما بکنیم. من این اورا رو کندم، میام سراغتون. خیلی خب این از اورا که ما کندیم، بریم به سمت جلو. تو این قارای کوچیکی که میبینیم مثلا وسط این ریلا هست، اینا هم برید اصلا، اینا هم چیزای خوبی داره. الان مثلا من رفتم توش و آیرون داره، واقعا چیز خوبیه این آیرون. نگاه کنیم. خیلی خوب این آیرون ها رو من کندم و الان میتونیم سریع بریم به سمت بالا و اینم به شما میگم که در حدود 25 تا سنگم بکنیم، چون ما میخوایم کوره درست کنیم دیگه، برای اینکه بتونیم این اورای آیرون رو ذوب بکنیم و به شمش آیرون دست پیدا بکنیم. خیلی خوب تله ها، حواستون هم خیلی به این تله ها باشه که الان من مردم، اما اشکال نداره، من دوباره میام سمت این قار که بزنین. اول من یه چی بهتون نشون بدم، نگاه کنید. منظور من کوره این کوره است. شما برای ساخت این کوره 20 تا سنگ، 4 تا چوب و 3 تا دونه تورچ نیاز دارین که ما اینو میسازیم و اینم از این. و حالا ما میایم این آیرونامون رو ذوب. پلاتینیوم هم اور خیلی خوبی، حتما اینم بکنید اگه پیدا کردید. ما اینا رو میکنیم و با این آیرون هامون میتونیم انویل بسازیم که برای سلاح ها
ساخته میشه و کاربرد داره که باش میتونیم سلاح بسازیم که چیز جالبیه. الان من چون توی یه سری چست طلایی رنگ لوت کردم به من گلد داده که من میتونم با این 8 دونه گلد دارم. من این شمشیر رو باید بسازم. نرید این شمشیر رو بسازم. این شمشیر ها کلن هر اوری این شمشیر رو داشت اینو نسازی. این شمشیر مزخرفه به معنای واقعی. ما این شمشیر رو میسازیم. خیلی شمشیر خوب که ریفورج هم خورده. 10% اسپید با 7% این چیزای دیگه که واقعا دمیجش خورده باشه که خیلی خوبیه. این شمشیر هم چیز خیلی خوبیه. ما دوباره میریم به سمت غار. من میرم کلی لوت بوت بکنم. اگه چیزی برای آموزش بود برای شما میذارم. خب فعلا خیلی خوب. آقا ببینید چی پیدا کردیم. امرالد. این امرالد رو بکنید برای ساخت یه چیزی هست که اون چیز خیلی چیز خوبی. حالا من بعدا بهتون نشون میدم. اینا رو حتما بکنید. هر جا دیدید اینا هم نوعای مختلفی دارن. این یه سری سنگ معدن که بهشون نمیشه گفت. یه سری سنگ‌های با ارزش جدا هستن. خیلی خب میریم ادامه غار. بازم چیزی دیدم که برای آموزش آقا من از غار برگشتم و اون امرالدی که به شما گفته بودم پیش اولین NPC که تو بازیتون هست، یعنی گاید اسمش، که اینو تو پارت قبلم گفتم. این گاید یه نوع همه چیدانه. یعنی شما هر آیتمی رو بهش بدید میتونه به شما بگه که اون آیتم به چه دردی میخوره. الان مثلا من رو چکش بزنم اینجا برای من هر آیتمی رو بذارم مثلا من نشون میده. الان اینو من بزنم ببینید کلی چیز میشه. اینو من شمشیر لیزریایه که واقعا به درد نمیخوره. پیشنهادشون نمیکنم. یه اوری هم میخواد که از شهاب سنگ دراب میشه. این اور بعضی اوقات یک شهاب سنگ میخوره تو ورد مپ شما که اون شهاب سنگ ها رو بکنید این اور رو به شما میده. خیلی خوب ببینید ما چیزی که از این امرالدا میخوایم این کمند هستش. این ببخشید میگم کمند، هوک هستش که عین مثلا ما میتونیم به اینجا و اونجا کمند بزنیم. یعنی میشه این عنکبوتی. توضیح راحت و ساده. یه همچین چیزی که چیز خیلی به درد بخوری هم هست. و این پارت هم به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشید. و خلاصه یه کلام که سابسکرایب کنید آقا. پارت قبلی 3-4 نفر ویدیو دیده بودن هیچی به هیچیست. نه لایک کردن نه سابسکرایب. آقا بکنید، زحمت میکشم. خب فعلا خداحافظ تا پارت بعدی.